با 8 نفر رسیدیم به مرحله ششم. توی این مرحله چند تا سوال ازتون پرسیده میشه. هر کس زودتر جواب درست رو بده امتیاز میگیره. هر کسی امتیازش بالا باشه میره مرحله بعدی. سوال اول، کانال سوئز در کجا قرار داره؟ آقا من بگم. بگو. تو تلگرام؟ نه خیر. یوتیوب؟ نه ساکت شو. سوال دوم، بهترین گلزن تاریخ ایران لقب چه کسی است؟ سپر خلسه؟ چرا چرت میگی؟ نه سراب ام جی؟ نه احمق خان، علی دایی. بابا خودش میگه من گل میزنم بیشتر از علی دایی که. سوال سوم، اون چیه که یکیش خوبه دوتاش بده؟ سیب. یعنی چی؟ یه سیب برای سلامتی خوبه، 2 سیب واسه قلیونه برای سلامتی بده. تعبیر قشنگی بود اما جواب زنه. زنگ دوتاش عالیه بابا زیه. غلطی کردی؟ نه گو خوردم. سوال چهارم، مخترعین هواپیما چه کسانی بودند؟ یه راهنمایی میشه بکنید؟ 2 برادرن. 2 برادر. کامران و هومن؟ نه 3 برادر خداوردی؟ نه احمق، اونا که 3 تان. جواب برادران رایته. سوال پنجم، نام فیلمی از کوئنتین تارانتینو با بازی براد پیت راجع به هیتلر. حرومزاده‌های لعنتی. چرا؟ کجا؟ نه کجا؟ حکمی زارا! احمقا چرا کشتینش؟ قربان فوچه بد داد، بیادبی کرد. خاک تو سرت، جواب سوالو داد. تنها آدم عاقل بینشون همین بود. سوال ششم، آخرین جمله جک بروز در فیلم تایتانیک. این که خیلی راحته. گفت یعنی چی؟ این اداها چیه؟ خب دیگه داشت خفه میشد گفت این احمقها رو از کجا آوردی؟ سوال هفتم، وقت استراحت وسط بازی. کجا دارید میرید ابله‌ها؟ اون سوال بود، وقت استراحت وسط بازی، که جوابش میشه تایم اوت. سوال هشتم، نام قهرمانی که با انگشت خود فداکاری کرد. دهقان فداکار؟ آفرین، نزدیک شدی. چوپان درخو؟ میگم با انگشت. شیست رضایی؟ خفه شو. جواب پتروس فداکاره. اما سوال آخر، اینو دیگه هر احمقی میتونه جواب بده. این شعر از کدوم شاعره؟ سعدیا مرد. اینو دیگه هر احمقی میتونه جواب بده. این شعر از کدوم شاعره؟ سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. ارنستو چگوارا؟ نه باورم نمیشه. زنده یاد ملک